أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و خواهشمندان زبان عربی، الحمدلله با فضل و کرم الله تبارک و تعالی ما و شما از مستوای اول درس های زبان عربی 22 درس گرفتیم و امروز درس ما و شما درس 23 می باشد و همچنین فراموش مکنید که این آخرین درس از درس های کورس یکمی آموزش زبان عربی هست و این درس را با فضل و کرم الله به آخر رسانیدیم. پس کورس یکم خلاص می شود و میگذریم به کورس دومی تعلیم زبان عربی. این درسی که حالا شما میبینید الدرس الثالث والعشرون، یعنی که درسی 23. الدرس الثالث والعشرون یعنی که درس 23. و حالا ما و شما در درس 23 قرار داریم. چطوری که درس های گذشته هم گفتیم می شود که بگوییم الدرس الثالث والعشرون چطوری که نوشته شده است و جایز است که بگوییم الدرس الثالث والعشرون، این هم همچنین جایز است. و برای چی جایز است؟ درس های گذشته در این باب صحبت ها داشتیم. و پیش از آنه که موضوع این درس را شروع بکنیم یا کلمات این درس را شروع بکنیم، اولا درباره درس باید بدانیم که آخرین درس زبان عربی از کورس یکم در چی باب هست، یعنی که این درس ما و شما در کدام موضوع صحبت میکند. این درس 23 موضوعش منصرف و غیر منصرف است. درس گذشته درباره غیر منصرف با تفصیل صحبت داشتیم. در این درس همچنین مراجعه می شود درس گذشته و همچنین منصرف که در درس گذشته بارها گرفته بودیم. منصرف یعنی که تنوین قبول میکند به مثل محمدون، و غیر منصرف تنوین قبول نمیکند. سبب شدید درس گذشته گفته بودیم که 9 سبب قطعی تنوین قبول نمیکند. یکی از این سبب های 9 گانه‌ایش در اون اسم باشد اگر تنوین قبول نمیکند به مثل احمدو، جایز نیست که بگوییم احمدون، یا یوسفو، جایز نیست که بگیم یوسفون. و این درس در همین باب هست، یعنی که منصرف تنوین قبول میکند و غیر منصرف تنوین قبول نمیکند. پس میگذاریم به موضوع درس. المدرس، مدرس میگوید من انت یا اخی، یعنی تو کی هستی ای برادر. من انت یا اخی، تو کی هستی ای برادر. احمدو، احمد میگوید انا طالب جدید. انا طالب جدید یعنی که من شاگرد نو هستم. انا طالب جدید، من شاگرد نو هستم. برای چی جدیدون گفتیم؟ به خاطر اینکه صفت طالب هست. طالبون را ببینید تنوین دارد، جدیدون هم تنوین. طالبون را ببینید الف لام ندارد، جدیدون هم الف لام ندارد. طالبون مرفوع است، جدیدون مرفوع است. یعنی که درس‌های گذشته را در ذهنتون بیارید. المدرس مسموک، نام تو چیست؟ مسموک یعنی که نام تو چیست؟ احمد میگوید اسمی احمدو، نام من میگوید احمد است. برای چی احمدون نگفت؟ به خاطر اینکه احمد غیر منصرف است، تنوین قبول نمیکند. و سببش چی است؟ علمیت و هموزن فعل بودن. این دو سبب بیان کنید. بگید علم هست یعنی که اسم هست و هموزن فعل است. المدرس من این انت، مدرس میگوید از کجا هستی تو؟ من این انت یعنی که از کجا هستی تو؟ احمدو، احمد میگوید انا من پاکستان، میگوید من از پاکستان هستم. انا من پاکستان
میگوید من از پاکستان هستم. برای چی پاکستان نگفت و پاکستانی نگفت؟ به خاطر آنه که غیر منصرف است و علم عجمی می باشد، اسمی غیر عربی هست و تنوین را قبول نمی کند. المدرس، مدرس میگوید عندي 7 دفاتر لمن هي؟ میگوید که من 7 دفتر دارم یا در پیش من 7 دفتر هست. عندي 7 دفاتر یعنی که در نزد من 7 دفتر هست. لمن هي از کی هست آن؟ هي و یعنی دفترها. از کی هست همون دفترها؟ برای چی اینجا دا عندی را نگفتیم دارم من؟ زیرا که این گفته که در نزد من هست. برای خاطر در همه جا عندی را نگوید که یعنی دارم من. ما در سو گذشته میگفتیم عندی یعنی که دارم من، لیکن در اینجا نگفتیم که دارم من، در اینجا گفتیم که در نزد من، زیرا که دفترها از خودش نیست، در پیشش است و روش گپ رو نگاه میکنیم و قصد رو نگاه میکنیم چی است، به همون قصد ترجمه اش میکنیم. اگر از خودش میشید میگفتیم دارم من، لیکن از خودش که نیست میگه در پیشش است، میگه که از کی است این دفترها؟ از همین خاطر میگیم در نزد من میگوید 7 دفتر هست. ما و شما در سوی گذشته درباره عدد و معدود گفته بودیم که اگر که معدود مذکر باشد عدد مؤنث میاریم. دفتر مذکر که هست 7 را مؤنث آوردیم یکم، و باید ما گفته بودیم که معدود باید جمع بیاید و باید کسره بیاید. دفاتی برای مضاف الیه هست، لیکن در اینجا به خاطر چی دفاتره مضاف الیه هست و آخرش فتحه دارد؟ سببش چی است؟ سببش غیر منصرف بودن. این به خاطر چی غیر منصرف است؟ یعنی علت و سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ میگوید که صیغه منتهی الجموع، الف پیش از الف 2 حرف، بعد از الف 2 حرف، این یکی از صیغه های منتهی الجموع می باشد. این را همین طور ذکر میکنید تا اینکه در ذهنتان بماند. میگوید که عندي 7 دفاتر، میگوید در نزد من 7 دفتر هست. لمن هي از آن کی است آن دفترها؟ عباسون، عباسون تنوین قبول میکند، برای هم خاطر عباسون میگه یعنی که منصرف است، میگیم عباسون. عباس میگوید هاتی یا استاذو، بده ای استاذ. هاتی یعنی بده ای استاذ. هذا لی، این از آن من است. هذا لی یعنی که این از من هست. و هذا لمحمدین، این از محمد است و این از محمد است. برای چه محمدین گفتیم؟ به خاطر اینکه منصرف است، منصرف تنوین قبول میکند. و برای چه آخرش کسره آمد؟ برای در اولش حرف جار، لی حرف جار هست. در سوی گذشته اگر در یادتون باشد لی حرف جار است، برای خاطر محمدین گفتیم. و هذا لحامدین، و این از حامد است. حامد هم همچنین منصرف است و در اولش حرف جر در آمدگی است، آخرش کسره میتیم و تنوینش میتیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منصرف است و در اولش حرف جاره است. و هذا لابراهیم، و این از ابراهیم هست. برای چی ابراهیم گفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. علت از غیر منصرف بودنش چی است؟ علمی عجمی بودن. علم هست و عجمه هست. عجمه یعنی غیر عربی هست. برای خاطر ابراهیم ما میگوییم، کسره را قبول نمی کند، فتحه را در جای کسره فتحه میمونه میشه و تنوین هم همچنین قبول نمی کند. ابراهیم، لی ابراهیم. و هذا لعثمان، و این از عثمان هست. برای چه عثمان نگفتیم؟ در اولش لی هست کو، حرف جاره است کو، به خاطر اینکه غیر منصرف است. و سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ علمیت و در آخرش الف و نون زائده داشتن. علم هست یعنی نام هست و در آخرش الف و نون زائده دارد. عثمان، ببینید در آخرش الف و نون زائده است، برای مخاطب این غیر منصرف است و کسره را قبول نمی کند. برای خاطر میگیم لعثمان. لام حرف جاره است، باید کسرش بکند، اما این غیر منصرف است، کسرش کرده نمیتواند. و هذا لعثمان، و این از عثمان است. و هذا لیوسف، و این از یوسف است. یوسف برای چی آخرش کسره را قبول نکرد؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. علت غیر منصرف بودنش چی است؟ علمی عجمه، علمی غیر عربی. چطور که ابراهیم دا گفتیم، یوسف ابراهیم هر دوش
علتش یک چیز است. و هذا لطلحه، و این از طلحه است، و این از طلحه است. ببینید طلحه آخرش کسره را قبول نکرد. در اولش حرفی جاره بود لیکن آخرش کسره را قبول نکرد. برای چی قبول نکرد؟ به خاطر آنکه غیر منصرف است. و سببی یعنی که علتی غیر منصرف بودنش چی است؟ علتش در آخرش علامت تانیث داشتن هست. این را ما در سوی گذشته گفته بودیم که را مؤنثی لفظی میگفتیم. مؤنث لفظی همچنین اگر علم باشد مؤنث لفظی فتحه را کسره را قبول نمی کند و تنوین قبول نمی کند. پس طلحه غیر منصرف است. برای هم خاطر لی طلحته میگویم. باید اصلا لی طلحتی بگویم، برای لام حرف جاره است لیکن غیر منصرف که است، برای هم خاطر آخرش کسره را قبول کرده نمیتواند. پس این را اهمیت بتیده که در همین جا نام های گوناگون آورد تا اینکه یاد بگیریم ما و شما منصرف از غیر منصرف جدا بکنیم. ببینید در اول گفت محمدین لحامدین، محمد و حامد هر دوش منصرف هستند، یعنی یکی تنوین قبول میکند. لیکن ابراهیم، عثمان، یوسف، طلحه اینها غیر منصرف هستند و تنوین قبول نمیکنند و سبب هر یک کدامش در سوی گذشته گفته بودیم و همچنین در این درس هم باز یک بار دیگر یادداشت کردیم. دیگر اکنون خودتون تکرارش کنید که برای چی هست، برای چی تنوین قبول نمیکند. مدرس میگوید اهذا کتابک یا محمد، اهذا کتابک یا محمد، یعنی آیا این کتاب تو است ای محمد؟ آیا این کتاب تو است ای محمد؟ محمد میگوید لا هذا کتاب حمزه، میگوید نه این کتاب حمزه است. هذا کتاب حمزه، یعنی که این کتاب حمزه است. اصلا حمزه در جای حمزه ای که نامی که است کتابو مضاف است، حمزه مضاف الیه هست. مضاف الیه باید حمزتی میگفتیم. برای چی حمزه گفتیم؟ ما گفته بودیم که مضاف الیه همه وقت آخرش کسره می آید، لیکن در اینجا برای چی آخرش کسره نیامد؟ به خاطر آنکه حمزه غیر منصرف است، کسره را قبول نمی کند. برای همون خاطر فتحه میمونیم شه، حمزه میگیم لحمزه، یعنی کتاب حمزه، یعنی کتاب حمزه. اصلا مضاف الیه هستند، باید آخرش کسره بگیرد. برای غیر منصرف بودنش کسره را قبول نکرد. علتی غیر منصرف بودنش چی است؟ چطور که در طلحه گفتیم همون هست، یعنی که در آخرش علامت تانیث دارد. و بعدش میگه مدرس میگه این علی یا اخوانو، یعنی علی در کجا است ای برادرها؟ این علی منصرف است، برای هم خاطر آخرش تنوین میتیم. این علی یا اخوانو ای برادرها، یعنی که علی در کجا است ای برادرها. حامد میگه ذهب الى الریاض، یعنی که ریاض رفت. ذهب رفت، فاعلش هو، یعنی که همون علی را در نظر دارد. میگه رفت علی الى الریاض، ریاض رفت، یعنی که پایتخت عربستان سعودی. الى الریاضی آخرش کسره گرفت. برای چی کسره گرفت؟ به خاطر آنه که در اولش حرف جار هست. در اولش حرف جار که هسته، برای خاطر آخرش کسره گرفت. و این منصرف است، هم منصرف که هسته برای همون کسره میگیرد. المدرس و این یعقوب، و یعقوب در کجاست؟ و این یعقوب یعنی که یعقوب در کجاست؟ برای چی یعقوبون نگفتیم، تنوینش ندادیم؟ برای اون که غیر منصرف است. و سبب علتی غیر منصرف بودنش چی است؟ برای چی غیر منصرف است؟ به خاطر آن که علم هست و عجمه هست. علم هست یعنی که اسم هست، نام هست و غیر عربی است. یعقوب نام عربی نیست، غیر عربی هست. برای همین خاطر تنوین قبول نمیکند. برای ما میگویی که و عین یعقوبو، یعقوبون نمیگویی، یعقوبو یعنی که یعقوب در کجاست، تنوین قبول نمیکند، غیر منصرف است. حامد منصرف که است، برای هم خاطر میگیم حامدون. حامد میگه که ذهب الى مکه، یعنی که مکه رفت، یعنی که همون یعقوب مکه رفت. ذهب فعل ماضی، فاعلش هو، ضمیر مستتیر هست، یعنی که همون یعقوب رو در نظر دارد. ضمیر برمیگردد به یعقوب، یعنی که رفت یعقوب الى مکه رفت. برای چی مکه گفتیم؟ در اولش اله است که حرف جار هست، باید
مکتی بگیم، چطور که الی ریاضی گفتیم، لیکن در اینجا به خاطر چی مکته میگیم؟ به خاطر اونه که مکه غیر منصرف است. علت غیر منصرف بودنش چی است؟ علتش در آخرش علامت تانیث است. این را ما و شما درس گذشته چی گفته بودیم؟ مؤنث چی گفتیم؟ مؤنث مجازی. ما گفتیم هر علامت تانیث را دیدیم که در یک چیز، در یک اسم او را میبینیم اگر که آلت زنانه، شرمگاه زنانه نداشته باشد او را مؤنث مجازی میگن. این مکه مؤنث است لیکن مؤنث مجازی هست. مثلا فاطمه مؤنث حقیقی است، مؤنث است و مؤنث حقیقی می باشد فاطمه. برای خاطر میگم لفظی معنویش میگن، لیکن مکه را مؤنث مجازی لفظیش میگن، مجازی لفظی. برای خاطر الی مکه میگیم. آخرش تنوین، آخرش کسره را قبول نمیکند و تنوین هم قبول نمیکند. مدرس میگوید که این اسحاق، اسحاق در کجاست؟ این اسحاق، یعنی اسحاق در کجاست؟ برای چی اسحاقون نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. اسحاق میگیم، یعنی اسحاق در کجاست و سببش بارها گفتیم چی هست. محمد میگه که خرج الى المدیری، خرج الى المدیر، اینجا خرجی کرده، خرجی خطا است. خرج الى المدیری یعنی که بر اومد، همون اسحاق رو میگه، اسحاق بر اومد نزد مدیر، یعنی که رفت نزد مدیر. خرج بر اومد، الى المدیری یعنی که پیش مدیر، بر اومد پیش مدیر. الى المدیری میگیم برای چی؟ به خاطر اینکه منصرف است. منصرف کسی کسره را قبول میکند، آخرش کسره میمونه و اسم مجرور است، برای خاطر آخرش کسره میآید. مدرس میگه متى خرج، یعنی کی بر اومد، متى کی، خرج بر اومد فاعلش هو، یعنی کی بر اومد اسحاق. محمد میگوید که خرج قبل 5 دقائق، خرج قبل 5 دقائق یعنی که بر آمد 5 دقیقه پیش، قبل پیش. خرج بر آمد قبل پیش، 5 دقائق 5 دقیقه پیش، یعنی که میگه 5 دقیقه پیش بر آمد. ببینید در اینجا خرج فعل ماضی است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیرش هو می شود. قبل این ظرف است، قبل ظرف است، منصوب است با خرج. 5 مضاف الیه هست، با قبل مضاف است و 5 مضاف الیه هست. دقائق با مضاف الیه هست، 5 با مضاف است و دقائق مضاف الیه هست. و باید ما گفته بودیم که مضاف الیه آخرش کسره بیاد. برای چی آخری دقائق کسره نیامد؟ سببش چی است؟ سببش همین است که دقائق غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ به خاطر آنه که صیغه منتهی الجموع است. ما گفته بودیم که صیغه منتهی الجموع پیش از الف 2 حرف و بعد از الف 2 حرف بیاید صیغه منتهی الجموع می باشد. پس این صیغه منتهی الجموع است، برای خاطر کسره را قبول نکرد. اصلا باید دقایقی باشد، کسره باشد، لیکن غیر منصرف کسره را قبول نمیکند. و این بود گفتگو. میگذاریم به تمرین. تمرین ها. برای چی تمارینون گفتن جایز نیست؟ به خاطر اینکه صیغه منتهی الجموع است، پیش از الف 2 حرف، بعد از الف 3 حرف و حرف بین بدگی بعد از 3 حرفه، بعد از الف 3 حرف که است، حرف بین بدگیشون ساکن هست. ببینید تمارینو، تنوین دادن جایز نیست. سببش چی است؟ غیر منصرف است و هموزنی صیغه منتهی الجموع است. رقم 1 تأمل الامثله الاتیه، یعنی که فکر کن در مثال های می آمدگی، یعنی که مثال هایی که در پایان حاضر میاره اینا بگه بسیار فکر کن، اندیشه کن. میگه تأمل فعل امر هست. اگر زن رو بگه میگیم تأملی، یعنی اندیشه کن تو زن، دختر. اگر مرد رو گفتیم یا بچه رو گفتیم میگیم تأمل، یعنی که اندیشه کن تو بچه. الامثله الاتیه مثال های می آمدگی رو.
این مثال ها را ببینید اکنون چقدر اهمیت بدید که این خیلی خیلی مهم هست. محمدون منصرف هستم، برای همون خاطر تنوین قبول کرد. من محمدین منصرف است، برای همون کسره را قبول کرد و تنوین هم گرفت. من محمدین الی محمدین لی محمدین. ببینید من الی لی هر سه اینا حرف جاره که هست بعدش اسمی که میوید مجرورش میکند. ببینید من محمدین الی محمدین لی محمدین، همین سه حرف اگر در اول اسم بیاید، اسم اگر غیر منصرف نباشد آخرش کسره می شود، اما غیر منصرف باشد اگر آخرش کسره نمی شود. اهمیت بدهید. پس ببینید کتاب محمدین، کتاب محمد. اینجا برای چون محمدین کسره گرفت؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هست. مضاف الیه ما گفته بودیم که همه وقت کسره میگیرد اگر که غیر منصرف نباشد. اگر غیر منصرف باشد با کسره را قبول نمیکند. محمدین منصرف که هست، برای مخاطر آخرش کسره را قبول کرد. کتاب محمدین. انا اکنون میگذرد به غیر منصرف. زینبو، زینبو را ببینید غیر منصرف است، برای در اولش تنوین قبول نکرد. جایز نیست که بگویم زینبون، زینبو. ببینید من زینبه الی زینبه لی زینبه، همش آخرش فتحه آمد. برای چی؟ به خاطر آنه که این غیر منصرف است، اگر حرف جار هم بدراید این را آخرش کسره کردن نمیتواند. در اول ببینید که من محمدین گفتیم آخرش کسره کردیم، لیکن من زینبه میگیم آخرش کسره نمیکنیم. سببش در چی است؟ غیر منصرف است، یعنی کسره را قبول نمیکند و تنوین را قبول نمیکند. یکی محمد منصرف است، تنوین قبول میکند و کسره را قبول میکند. در ذهنتون خوب داشته باشید. و آخرین مثالش ببینید کتاب زینبه، کتاب زینب. زینبه مضاف الیه هست. ما و شما درس‌های گذشته بارها گفتیم که مضاف الیه باید آخرش کسره بیاید، اما برای چی این کسره ندارد؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است، تنوین قبول نمیکند و کسره را قبول نمیکند. زینبه غیر منصرف است، تنوین قبول نمیکند و کسره را قبول نمیکند. پس اینو چقدر اهمیت بدید، دقت بدید. این کسی که جدی میخواد زبان عربی را یاد بگیرد اهمیت بدید. این بود تمرین رقم 1. میگذاریم بعد تمرین رقم 2. در تمرین رقم 2 میگه اقرا و کتب. اقرا یعنی که بخوان و کتب یعنی که بنویس. میگه بخوان و بنویس. اکنون اینجا در خواندن در کار است و نوشتن در کار است. این را باید اصلا شما خودتون بخوانید و باید در دفتر بگیرید بنویسید. باید چیز دیگر علاوه میکنیم که باید ترجمه شم بکنیم برای ترجمه را یاد گرفتن. به هر صورت من این را براتون میخونم. رقم 1 رو ببینید. میگه که هذا الكتاب لمحمد و ذلك لزینب. هذا الكتاب لمحمد و ذلك لزینب. میگه این کتاب از محمد است و آن از زینب است. اهمیت بدید. لمحمدین گفتیم آخرش کسره گرفتیم، برای در اولش لام حرف جار بود، لیکن لزینب آخرش کسره نموندیم. در اولش حرف جار هست کو، برای چی نموندیم؟ به خاطر آنه که غیر منصرف است. اهمیت بدید. لمحمدین، محمدین منصرف است، کسره را قبول کرد. زینب غیر منصرف است، برای همین کسره را قبول نکرد، در جاش فتحه موندیم. میگه این کتاب از محمد است و آن از زینب هست. رقم 2 ذهب خالد الى احمد. میگه خالد پیش احمد رفت، یعنی که خالد پیش احمد رفت. الى به طرفی، به سوی یا نزدی. الى احمد یعنی نزد احمد یا به طرف احمد یا پیش احمد. میگه ذهب خالد الى احمد، یعنی خالد نزد احمد رفت. ببینید خالدون منصرف است، برای مخاطب تنوین قبول کرد، گفتیم خالدون. لیکن الی احمد، الی حرف جاره هست. ما گفتیم بعد از الی اسمی که میآید آخر او را کسره میکنیم. برای چی احمد کسره نکردیم؟ آخرش احمدی نگفتیم، به خاطر اونی که احمد
غیر منصرف است، آخرش کسره را قبول نمی کند. برای هم خاطر میگیم الی احمد، یعنی که نزد احمد. پس خالد منصرف است، احمد غیر منصرف است. اینا را هم خیلی تکرار کردن بگیرید. رقم 3 ذهب ابی الی مکه و ذهب عمی الی جدته. الی جده باید باشه، جده و جده هر دیگه است. الی جدته میگد که رفت پدر من مکه و رفت عمک من جده. جده یکی از شهرهای مکه، یکی از شهرهای عربستان سعودی. مکه یکی از شهرهای عربستان سعودی است و جده هم همچنین یکی از شهرهای عربستان سعودی است. میگد که ذهب ابی، یعنی پدر من رفت الی مکه، مکه رفت. مکه غیر منصرف است، برای همین خاطر الی حرف جار در آمده است لیکن آخرش کسره نکرد، الی مکه میگیم. و ذهب عمی الی جدته یا جدته، یعنی که عمک من میگه جده رفت. جده همچنین غیر منصرف است، برای همین خاطر آخرش کسره را قبول نکرد. اهمیت بدید، غیر منصرف است. مکه غیر منصرف است. برای چی؟ به خاطر اینکه مؤنثی مجازی هست، مؤنثی مجازی لفظی هست. جده همچنین مؤنثی مجازی لفظی هست، مؤنث حقیقی نیست و مؤنث مجازی لفظی هست. اهمیت بدید. رقم 4 اخت مروان مریضتون. اخت مروان مریضتون یعنی که خواهر مروان کسل هست، مریض است. مریض یعنی بیمار، زن باشه مریضتون میگوی، مرد باشه مریضون میگوی. مریضتون یعنی که بیمار هست. برای چی مریضتون گفتیم آخر جا مونده؟ برای اخت خواهر یعنی زن هست، برای خاطر مریضتون میگوییم. مبتدا مؤنث است، خبر مؤنث میکنیم. اخت یعنی خواهر. مروانه، اینجا در مروانه اصلا مضاف الیه هست. اخت مضاف است و مروان مضاف الیه. ما گفته بودیم که مضاف الیه همه وقت کسره میگیره. اینجا به خاطر چی کسره نگرفت؟ مروانی نگفتیم. برای چی؟ به خاطر آنکه این غیر منصرف است. و علت غیر منصرف بودنش چی است؟ در آخرش الف و نون زایده دارد. علم هست یعنی اسم است و در آخرش الف و نون زایده دارد. اینا تکرار کنید. اخت مروان مریضتون یعنی خواهر مروان بیمار هست، کسل هست. رقم 5 این زوج خدیجه. میگوید که شوهر خدیجه در کجاست؟ زوج شوهر. این زوج خدیجه یعنی که شوهر خدیجه در کجاست؟ ببینید زوج مضاف است، خدیجه مضاف الیه هست. باید مضاف الیه کسره باشد، لیکن برای چی درجه کسره نگرفت؟ به خاطر آنه که این خدیجه غیر منصرف است. علت غیر منصرف بودنش چی است؟ علتش تأنیث است. تأنیث چی است؟ مؤنثی حقیقی است، یعنی مؤنث است، مؤنثی لفظی حقیقی است. هو فی لندن، میگه وای در لندن هست. لندن وای میگه در لندن هست. برای چی؟ فی لندن آخرش کسره را قبول نکرد، به خاطر آنه که این علمی غیر عربی هست. برای مخاطب کسره را قبول نمی کند. علمی غیر عربی غیر منصرف است، کسره را قبول نمی کند. رقم 6 سیارت حامد جدیدتون و سیارت ابراهیم قدیمتون. ببینید میگوید که ماشین حامد نو هست و ماشین ابراهیم کهنه است. در اعراب اینجا وقتی که اعراب میکنیم تحلیل میکنیم میگیم سیارتو مبتدا است با مضاف است، حامدین مضاف الیه هست. برای چی کسره را قبول کرد؟ برای منصرف است. منصرف است، کسره را قبول میکند. از کجا دانستیم که منصرف است؟ یک کس ما را بپرسه بگه که از کجا دانستی که منصرف است؟ میگه ما 9 سبب برای غیر منصرف میدونیم. در این حامد یگان تا سبب هایی که 9 گانه میدونیم در اینجا نیست. در درس گذشته 9 سبب رو خوندیم که همون رو در اینجا تطبیق میکنیم. میگه که 9 سببی که ما خوندیم در اینجا نیست، همون 9 سبب. برای همین خاطر این منصرف است، تنوین قبول میکند و کسره را قبول میکند. سیارت حامدین، حامدین مضاف الیه شد. جدیدتون نو هست، این خبر شد. سیاره مبتدا است، جدیدتون خبر. همچنین سیارتو را
برای چی تنوین دادن جایز نیست؟ به خاطر اینکه مضاف است. مضاف تنوین قبول نمیکنه گفته بودیم. سیارتو مضاف است، حامدین مضاف الیه است و سیارتو با مبتدا است و جدیدتون خبرش است. و سیارتو ابراهیم، ماشین ابراهیم. ببینید سیارتو مبتدا است، همچنین مضاف است. ابراهیم مضاف الیه است. مضاف الیه ما در اول ببینید گفتیم سیارتو حامدین مضاف الیه که بود کسره دادیم. برای چی ابراهیمی نمیگیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ سببش علمیت و عجمه، یعنی عجمه، یعنی که علم هست و غیر عربی هست، نام هست و غیر عربی هست. برای همین خاطر این غیر منصرف است. ببین از 9 تا که خونده بودیم در اینجا آمد نه، ما خونده بودیم از 9 تا میخوندگی چه عجمه میگفتیم. عجمه یعنی غیر عربی. و تعریفها میگفتیم در شعر نظم اگر در یادتون باشد. و تعریفها یعنی که علم بودنش. میبینیم هم علم هست یعنی نام هست و همچنین عجمه است، غیر عربی است، عربی نیست. ابراهیم نام عربی نیست. پس معلوم شد که غیر عربی است و غیر منصرف است. برای همین خاطر میگیم و سیارت ابراهیم، یعنی که ماشین ابراهیم قدیمتون کهنه است. پس قدیمتون خبر شد، سیارتو مبتدا شد، ابراهیم مضاف الیه شد، قدیمتون خبر شد. رقم 7 بیت خالدین کبیر و بیت اسامه صغیر. میگه که خانه خالد کلان هست و خانه اسامه میده است. ببینید بیتو مضاف است، خالدین مضاف الیه هست، همچنین بیتو مبتدا است و کبیرون خبر هست. ببینید خالدین منصرف است، برای همین خاطر کسره را قبول کرد و تنوین قبول کرد. و بیتو و خانه مبتدا همچنین مضاف، اسامه مضاف الیه هست. برای چی کسره را قبول نکرد؟ برای آنکه غیر منصرف است. و علت غیر منصرف بودنش چی است؟ علامت تانیث داشتنش. این را مؤنث لفظی میگن. در معنا اسامه نام مرد است، لیکن در لفظ ببین در آخرش علامت تانیث دارد، تی مؤنث دارد. برای همین خاطر اسامه غیر منصرف است و کسره را قبول نمیکند. برای میگیم اسامه، نمیگیم اسامتی. اصلا مضاف الیه است، باید کسره بگیرد، لیکن غیر منصرف است، کسره را قبول نمیکند. صغیرون یعنی میده است. بگید که و بیت اسامه صغیرون، خانه اسامه میده است. رقم 8 ابی ذهب ابوک یا معذرت میخوام، این ذهب ابوک یا لیلا، این ذهب ابوک یا لیلا. میگد که کجا رفت پدر تو؟ ابوکی برای خاطر اینکه زن هست. این ذهب ابوکی یا لیلا، یعنی کجا رفت پدر تو ای لیلا. برای چه ابوکی گفتیم؟ به خاطر اینکه منادا مؤنث است، یعنی زن رو پرسیده استادیم، زن رو پرسیده استیم، برای هم خاطر ابوکی میگیم. پس میگه این ذهب ابوکی یا لیلا، یعنی کجا رفت پدر تو ای لیلا. لیلا نام زن هست. ذهب الى بغداد، میگه که بغداد رفت. بغداد شهری در عراق است. ذهب الى بغداد یعنی که رفت بغداد. بغداده، برای چی بغداده گفتیم؟ برای الى حرف جار هست کو بعدش باید مجرور بیاد، لیکن برای چی بغداده میگیم، بغدادی نمیگیم؟ به خاطر اینکه بغداد اسمی غیر عربی هست و کسره را قبول نمیکنه، یعنی غیر منصرف است و کسره را قبول نمیکنه. برای خاطر الی بغداد میگیم، الی بغدادی نه، الی بغداد غیر منصرف است. و رقم 9 میگه فی اسطنبول مساجد کثیره، فی اسطنبول مساجد کثیره. میگه در استانبول مسجدهای بسیار هست. ببینید فی اسطنبول، استانبول پایتخت ترکیه، در استانبول میگه مسجدهای بسیار هست. استانبوله، برای چی استانبوله گفتیم؟ برای فی در اولش هست که باید کسره بیاید، فی استانبولی باید بگیم. برای چی استانبولی نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. برای خاطر میگه فی استانبوله.
و ببینید مساجدو گفتیم، مساجدون نگفتیم. برای چی تنوینش ندادیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. سببش چی است که غیر منصرف است؟ سببش صیغه منتهی الجموع، پیش از الف دو حرف است، بعد از الف دو حرف است. این صیغه منتهی الجموع است. کثیرتون صفت مساجد است. ما گفتیم چیزهای غیر عاقل رو اگر صفت کردیم با مفرد مؤنث صفتش میکنیم. ببینید مساجد جمع غیر عاقل هست و صفتش که کردیم میگیم کثیرتون، با مفرد مؤنث صفتش میکنیم. این درس‌های گذشته با تفصیل داری با گپ زدگی هستیم. درس‌های گذشته اگر فهمیده باشید تو اینجا دیگر این گپ‌های ما براتون آسان هست، یعنی که میدونید این گپ‌ها رو. رقم 10 عندي 5 مفاتيح، میگه که من 5 کلید دارم. عندي 5 مفاتيح، میگه من 5 کلید دارم. ما گفته بودیم که از 3 تا 10 بعدش معدود مضاف الیه هست، باید کسره بگیرد، جمع میآید و کسره میگیرد. لیکن مفاتیح برای چی کسره نگرفت؟ مفاتیحی نگفتیم، مفاتیحه گفتیم، به خاطر اونه که غیر منصرف است. علتش چی است؟ سببش چی است که غیر منصرف است؟ سببش صیغه منتهی الجموع است. پیش از الف 2 حرف است، بعد از الف 3 حرف است. حرف بین بودگیش کسره ساکن است. اهمیت بدید. رقم 11 الکعبه فی مکه، میگه کعبه در مکه است. الکعبه کعبه در مکه است، یعنی قبله در مکه است. قبله مسلمان ها در کجا است؟ در مکه. بعد ببینید الکعبه مبتدا است، فی مکه، فی حرف جار است، مکه اسم مجرور است، بعد آخرش کسره بگیرد. لیکن برای چی کسره نگرفت؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. و علتش چی است؟ علت چه گفتیم؟ از همون علتهای نهگانه ختون دیگر یافتن بگیرید. رقم 12 فی هذا الشارع 3 مساجد، میگه در همین کوچه 3 مسجد است. فی هذا الشارع 3 مساجد، در این کوچه 3 مسجد است. ببینید مساجد ما گفتیم از 3 تا 10 بعدش جمع میآید. ببینید مساجد جمع اومده است. ما گفتیم که مضاف الیه میشه، آخرش کسره میآید. لیکن در اینجا به خاطر چی مساجدی نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. علتش چی است؟ علتش از همون علتهای نهگانه را بیاورید. کدامش است؟ 3 مساجد غیر منصرف است و علت چختون بیاورید. مساجدی کسی بگه غلطه، خطاه، باید بگه مساجد. 3 مساجد. برای چی 3 میگیم؟ به خاطر اینکه مبتدا است، مبتدا مؤخر است. فی هذا الشارع خبر مقدم می شود، 3 مبتدا مؤخر هست. 3 مضاف است، مساجد مضاف الیه هست. مضاف الیه باید کسره بگیرد، لیکن برای چی کسره نگرفت؟ غیر منصرف است. سببش چی است که غیر منصرف است؟ خودتون بیابید. رقم 13 هذا الطبيب اسمه ويليام وهو من لندن وذلك اسمه لويس وهو من باريس. اهمیت بدید، حرکت موندن را اهمیت بدید. میگه هذا الطبيب، این طبیب، اسمه ویلیامو، نامش میگه ویلیام است. ویلیامون نمیگیم. برای چی ویلیامون نمیگیم؟ برای غیر منصرف است. علتش چی است که غیر منصرف است؟ از همون سببای نهگانه را بیابید. یعنی که علم است و غیر عربی است، عجمه است. و هو من لندن، و او میگه از لندن هست، از لندن. لندن برای چی من حرف جار است، لندنی نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. لندن غیر منصرف است، کسره را قبول نمی کند. و ذلك اسمه لویس، و اون را میگه نامش لویس است. برای چی لویسون نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است، تنوین قبول نمی کند. و هو من باریس، و اون میگه از باریس است، از پاریس است. برای چی پاریس میگیم که پاریس؟ و برای چی پاریس باریسه شد؟ در اولش مین هست که حرف جاره است که برای چی باریسی نگفتیم؟ به خاطر آنه که باریس
اسمی غیر عربی هست، علم هست و غیر عربی است و کسره را قبول نمی کند، یعنی غیر منصرف است. رقم 14 سیارتی لونها اخضرو، میگه ماشین مرا رنگش سبز است. سیارتی لونها اخضرو یعنی ماشین من را رنگش اخضر هست، یعنی که سبز است. ببینید برای چی اخضرون نگفتیم؟ به خاطر اونه که غیر منصرف است. سببی غیر منصرف بودنش چی است؟ سببش وصفیت و هموزن فعل بودن. وصف است یعنی صفت است و هموزن فعل است. برای همین خاطر جایز نیست که اخضرون بگیم، تنوین قبول نمیکند. اما در اعراب میگیم سیارتی، این مبتدا هست، مضاف مضاف الیه میشود، همچنین برای در آخرش یای متکلم هست، نه ضمیری متکلم. لونو با مبتدا میشود، لونو با مضاف است و ها مضاف الیه، اخضرو خبر میشود. پس مبتدای دوم ببینید سیارتی هم مبتدا شد، لونو هم مبتدا شد. بعد مبتدای دوم قطعی خبرش خبر مبتدا یکم می شود. مبتدای دوم قطعی خبرش مبتدای دوم لونو ای، خبرش اخضرو ای. پس لونوها اخضرو جمله اسمیه میگوید در محل رفع خبری مبتدای یکم سیارتی. این انشاءالله با تفصیل میخوانیم، انشاءالله فقط در ذهنتون بگیرید، امیره تکرار کنید، یعنی که رنگ حفظ کنید، وقتی دیدید بدونید همین گپه. اما برای چی این طور گفتیم، برای چی آن طور گفتیم، این چیزاشا در گراماتیک میخونیم انشاءالله. رقم 15 عندي قلم احمر، میگه که من قلمی سرخ دارم. عندي یعنی دارم من قلم احمر، قلم سرخ. ببینید قلمون مبتدا است مؤخر، عندي این ظرف است، عندي ظرف است و مضاف مضاف الیه در محل رفع خبر مقدم هست. لیکن قلمون مبتدای مؤخر هست، احمرو صفت قلم هست. برای چه قلمون گفتیم احمرو گفتیم، احمرون نگفتیم، تنوینش ندادیم؟ به خاطر اینکه احمرو غیر منصرف است، تنوین قبول نمی کند، صفت قلم هست. قلمون مبتدا است، احمرون صفتش است. فهمو این اعراب را در ذهنتون بگیرید. احمرو تنوین قبول نکرد. برای چی قبول نکرد؟ به خاطر اینه که صفت است و هم وزن فعل است. صفت و هم وزن فعل. رقم 16 البیت الحرام فی مکه، یعنی که بیت الحرام در مکه است. البیت الحرام یعنی بیت الحرام در مکه است. البیت مبتدا هست، الحرام صفت بیت است، فی مکه جار و مجرور متعلق به کائنون خبری بیت است، خبری مبتدا است. این اعرابش است. لیکن برای چی فی مکه گفتیم، فی مکتی نگفتیم؟ به خاطر اینکه مکه غیر منصرف است و کسره را قبول نمی کند. رقم 17 ذهب احمد الى محمد، ببینید ذهب احمد یعنی که احمد رفت. برای چی احمدون نگفتیم؟ برای اینکه غیر منصرف است. ذهب احمد الى محمد یعنی محمد نزدی، احمد نزدی محمد رفت. برای چی محمدین گفتیم؟ به خاطر اینه که منصرف است، کسره را قبول میکند و تنوین هم قبول میکند. الى محمدین. اکنون رقم 18 را بینید برعکس رقم 17 است. ذهب محمد الى احمد، یعنی که محمد رفت نزدی احمد. ببینید محمدون گفتیم، تنوینش دادیم. برای چی؟ به خاطر اینکه منصرف است، منصرف تنوین قبول میکند. لیکن الى احمد باید مجرور شود، برای در اولش الى حرف جار هست. برای چی مجرور نشد؟ سببش چی است؟ سببش آن هست که احمد غیر منصرف است، کسره را قبول نمی کند و تنوین قبول نمی کند. الى احمد یعنی نزد احمد رفت. رقم 19
انت من مکه، میگه آیا تو از مکه هستی؟ انت آیا، انت تو اگر مرد باشه، لیکن زن باشد میگی انتی من مکه، آیا تو زن از مکه هستی؟ مرد باشد میگوی انت من مکه، آیا تو مرد از مکه هستی؟ ببینید من مکه، من حرف جاره است، باید بگیم مکتی. برای چی مکتی نگفته مکته میگیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. و سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ اکنون خودتون بگوید، زیرا که چند بارها تکرار کردیم. میگد لا انا من الطائفی، میگد که نه من از طائف هستم. طائف و یکی از شهرهای مکه، یکی از شهرهای عربستان سعودی. میگد که من از شهر مکه نیستم، لیکن از شهر چی هستم؟ از شهر طائف. لا انا من الطائفی، میگد من از طائف هستم. همچنین درس‌های گذشته را باید بیارید. ما حرفای شمسی و قمری خونده بودیم. ما خونده بودیم که حرفای قمری باشد اگر الف لام میخونیم، حرفای شمسی باشد اگر الف لام نمیخونیم. ببینید در اینجا مینل طائفی نگفتیم، مینف طائفی، الف لام تماما نخوندیم، لام تماما نخوندیم. برای چی نخوندیم؟ برای که تا حرفی شمسی است. درس‌های گذشته را در یادتون خوب داشته باشید، زیرا اینکه هر درسی که از زبان عربی میگذاریم، هر کتاب عربی را خوندین حتما اون قاعده عربی میآید در شما. هر کتاب عربی را که میخونید حتما اون قاعده را شما میغلطید یک بار نه یک بار، یعنی که در همون وقت خوندنتون اون قاعده ها میآید. میگد لا انا من الطائفی، میگد من از طائف هستم. رقم 20 میگد که اخت فاطمه طالبتون، میگد خواهر فاطمه دانشجو دختر هست، دانشجو است. ببینید اختو مبتدا هست و مضاف است، فاطمه مضاف الیه هست. باید مضاف الیه ما گفته بودیم باید آخرش کسره بیاید، لیکن در اینجا برای چی کسره نیامد؟ سببش چی است؟ سببش همین است که این غیر منصرف است. برای خاطر بگیم اختو فاطمه، یعنی خواهر فاطمه طالبتون. برای چی طالبتون گفتیم؟ برای اینکه خبر هست. و برای چی در آخرش ت موندیم؟ طالبون میگفتیم نمیشد؟ نه نمیشد. برای چی؟ به خاطر اینکه مبتدای ما مؤنث است، یعنی که اختو خواهر مؤنث است و خبر همچنین مؤنث میگیم، طالبتون میگیم. برای چی طالبتون گفتیم؟ به خاطر اینکه منصرف است، تنوین قبول میکند و همچنین در اولش الف لام ندارد. اگر الف لام میداشت ما تنوین نمیدادیم، تنوینش نمیدادیم. لیکن اگر اجد الف لامش بمونیم اگر معنی دیگر میشود. اخت فاطمه طالبت، الطالبتو بگیم صفت اخت میشود، خبر نمیشود، صفت میشود در این صورت. و به هر صورت این بود 20 موضوعی که صاحب کتاب برای ما و شما پیشنهاد کرد. و میگذاریم به تمرین رقم 3. و این تمرینایی که تا اینجا خونده سیم من خودم کار کرده ایستادم و این آخرین درس کورس یکم که هست براتون باز یادرس کنم که در کورس دوم من تمرین ها را کار نمی کنم، فقط ترجمه میکنم و میفهمونم که شما باید کار کنید، دیگر شما خودتون کار میکنید. فقط میخونم ترجمه میکنم، دیگر وظیفه شما از کار کردن. برای اون خاطر بسیار اهمیت بدید، یعنی که این کورس یکم را شما فقط گوش کردید من کار کردم، فکر نکنید که در کورس دوم هم شما فقط گوش میکنید و من کار میکنم. نه، یعنی که برای شما را باید بیدار کنیم، شما باید اهمیت بدید که چی گفتید، برای خاطر خودتون کار میکنید، اهمیت بدید. رقم 3، تمرین رقم 3 میگه اقرأ الکلمات الآتیه واکتبها مع ضبط اواخرها. میگه که اقرأ بخوان، فعل امر هست، فاعلش انت. اگر زن رو بگه میگیم اقرئی، در آخری اقرئی یک یا می نویسیم، اقرئی یعنی بخوان تو زن. الکلمات الآتیه یعنی کلمه های می اومدگی را، الکلماتی کلمه ها، الآتیه می اومدگی. واکتبها و میگه همچنین بنویس تو همین کلمه ها را، ها ضمیر است برمیگرده به کلمه ها، مع ضبط اواخرها با جابجا کردن آخر همین کلمه ها، یعنی که با حرکت ماندن آخر کلمه ها. آخر کلمه ها در حرکت بمان.
اگر منصرف است تنوینش بده. اگر غیر منصرف است تنوینش نته. اگر در حالت رفع است به تنهایی باشد مرفوعش بخوان. اگر که حرف جار در اولش باشد کسرش بده. اگر مضاف الیه شد کسرش بده. این اهمیت بده. پس میخونیم آمینتو تنوینش نمیتیم. برای چی؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. من آمینتا کسره را قبول نکرد. من حرف جاره لیکن کسره را قبول نکرد. برای چی؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. لاحمد لام حرف جاره است لیکن احمد کسره را قبول نکرد. باید لاحمدی بگیم. برای چی احمده گفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. احمدو برای چی احمدون نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. تنوین قبول نمیکند. عثمانو برای چی عثمانون نگفتیم؟ تنوین ندادیم آخرش ده. به خاطر اینکه غیر منصرف است. یعنی که علتش شما خودتون بگید. برای چی غیر منصرف است؟ ایشا خودتون از زمان علتای نهگانه تشابه بگید که کدامش است. من پاکستان از پاکستان، یعنی که من حرف جاره از پاکستان باید آخرش کسره بگیرد. لیکن برای چی پاکستانی نگفتیم؟ من پاکستانی نگفتیم. برای اینکه غیر منصرف است. و سببش چی است که غیر منصرف است؟ شما خودتون بگویید. پاکستانو برای چی پاکستانون نگفتیم؟ آخرش تنوین ندادیم. به خاطر اینکه غیر منصرف است. خدیجتو برای چی خدیجتون نگفتیم؟ برای اینکه غیر منصرف است. خدیجتو غیر منصرف است. و سببش چی است که غیر منصرف است؟ شما خودتون بگویید. معذرت میخوام. لخدیجتی لخدیجتا اینجا لام داشته است. نه دیدم لام دارد. لخدیجتا یعنی که برای چی کسرش ندادیم؟ خدیجتا گفتیم به خاطر اینکه غیر منصرف است. و سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ شما از همون سبب‌های نهگانه بیاورید که کدامش است. لندنو لندن لندن برای چی لندنون نگفتیم؟ آخرش تنوین ندادیم. به خاطر اینکه غیر منصرف است. و سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ شما خودتون بگویید. الی بغداد الی حرف جاره. بغداد باید اسم مجرور شود آخرش کسره بگیرد. لیکن برای چی بغداد گفتیم و بغدادی نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. و سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ شما خودتون بیابید از همون سبب‌های نهگانه. استانبولو استانبول یعنی استانبول شهر استانبول شهر ترکیه یعنی که یکی از شهرهای ترکیه. برای چی استانبولون نگفتیم؟ آخرش تنوین ندادیم. برای اینکه غیر منصرف است. و برای چی غیر منصرف است؟ سبب غیر منصرف بودنش شما خودتون بگویید. مکه تو برای چی مکتون نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. و سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ شما خودتون همچنین بگویید. فی مکه مکه اسم مجرور است باید کسره بگیرد. لیکن برای چی کسره نگرفت؟ فی مکتی نگفتیم فی مکه گفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. جدتو جدتو برای چی جدتون نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. جدتو میگیم تنوینش نمیتیم. و برای چی تنوینش ندادیم؟ اینا شما خودتون باید بگویید. زیرا اینکه چند بارها در بالا تکرار کردیم. درس گذشته مفصل در همین باب گپ زده بودیم. این باب این درس همون تکرار درس گذشته است. یعنی همون را برای تطبیق برای جاری کردن که میشناسیم یا نمیشناسیم یا از درس گذشته چی فهمیدیم نفهمیدیم همون باره هست، همون موضوع است. بعدش رو ببینید. مساجدو برای چی مساجدون نگفتیم؟ برای اینکه غیر منصرف است. و سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ شما خودتون بگویید. فی مدارس برای چی مدارسی نگفتیم؟ برای فی حرف جاره است باید مدارسی بگیم. برای چی مدارسه میگیم؟ برای اینکه غیر منصرف است کسره را قبول نمیکنند. و برای چی کسره را قبول نمیکنند؟ برای چی غیر منصرف شدگی هست؟ سبب شما خودتون بگویید. یعقوب یعقوب غیر منصرف است تنوین قبول نمیکند. لاسحاق لام حرف جاره است لیکن اسحاق اسم مجرور هست و آخرش کسره را قبول نکرد. برای چی قبول نکرد؟ برای که غیر منصرف است. و سبب غیر منصرف بودنش بگویید. معاویه غیر منصرف است. من معاویه غیر منصرف است برای کسره را آخرش قبول نکرد. لعائشه ببینید لام حرف جاره عایشه باید آخرش کسره شد لیکن به خاطر چی کسره نشد؟
به خاطر اینکه غیر منصرف است. و سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ شما خودتون بگویید. عایشه تو غیر منصرف است. برای چی عایشه تون نمیگیم؟ برای اینکه غیر منصرف است. عایشه تون غیر منصرف تنوین قبول نمی کند. محمدون تنوین قبول می کند برای اینکه منصرف است. محمدون. خالدون منصرف است، تنوین قبول می کند. من عباسین منصرف است، عباس منصرف است، تنوین قبول می کند. من حرف جار است، عباسین اسم مجرور است، تنوین قبول می کند. نعمانو تنوین قبول نمی کند. برای چی؟ به خاطر اونه که غیر منصرف است. سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ از همون سببای نهگانه را بیابید که کدامش است. حامدون منصرف است، تنوین قبول میکند. اگر اون کس بگه برای چی منصرف است، میگه ما برای غیر منصرف 9 سبب میدونیم، در این حامد از اون 9 سببا یگان تاش نیست، برای همون خاطر حامد منصرف شدگی است. فهما این را در ذهنتان داشته باشید. حامدون آخرش تنوین دارد، تنوین قبول میکند. خب این بود تمرین رقم 3. میگذاریم بعد تمرین رقم 4، آخرین تمرین این درس و آخرین تمرین کورس یکمی آموزش زبان عربی. میگه اکتب الاعداد من 3 الى 9 واجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا لها. میگه بنویس عددها را از 3 تا 10 و قرار بده هر یک از کلمه های می آمدگی را عدد برای همون کلمه ها، معدود برای همون کلمه ها. یعنی که در اینجا ببینید مسجدو، مسجدون، فندوق، مندیل، مفتاح، صدیق، اینجا صدیق که اگه جدا جدا نوشته است یا جایش کنید. صدیق، زمیل، کرسیون، کرسیون تنوین قبول میکند. مدرسه، دقیقه. اولی بار ترجمه کنیم کلمه‌اش. مسجد مسجد، فندوق مهمان خانه، مندیل روی ملچه، مفتاح کلید، صدیق دوست رفیق، زمیل همدرس، کرسی استال، مدرسه مکتب، دقیقه. خب انا اکنون میگه که همینها رو، همین کلمه‌ای که حاضر خوندیم، همینا رو معدود قرار بدید. مثلا بگید که 5 مسجد، چطور میگوید؟ ما اول مسجد میبینیم که مذکر هست. بله مذکر هست. مذکر که باشد عدد ما مؤنث میاره، میگیم که 5 مساجد. برای چی ده گفتیم؟ برای که مساجد بر وزن صیغه منتهی الجموع است، غیر منصرف است، برای خاطر مساجد میگیم. فهمو 5 مساجد یعنی 5 مسجد. اینا کار کردیم. دیمش فندق، مثلا میگیم که 8 فندق، میگیم که اول فندق میبینیم مذکر یا مؤنث؟ مذکر هست. مذکر که باشد پس ما باید عدد مؤنث بیاریم. مثلا 8 مؤنث بگیم، 8 مذکره. مؤنثش کردیم چی میگیم؟ 8 فنادق. جمعش میاریم، معدود جمع میاریم. 8 فنادق یعنی که 8 مهمان خانه. برای چی فنادقه گفتیم؟ برای صیغه منتهی الجموع است. فنا پیش از الف 2 حرف است و بعد از الف 2 حرف است. فنادق. و بعد از این مندیلون، مثلا میگیم 3 تا مندیل، 3 روی ملچه. اول میبینیم مندیل مذکر هست و عدد مؤنث بیاریم، میگیم 3 مندیل جمعش میکنه میشود منادیل. یعنی که 3 منادیل یعنی که 3 روی ملچه. برای چی منادیل گفتیم؟ مضاف الیه است، باید کسره میگرفت. برای چی کسره نگرفت؟ برای صیغه منتهی الجموع است. پیش از الف 2 حرف است. منا پیش از الف 2 حرف است. دیل بعد از الف 3 حرف است و حرف بینگیش ساکن هست. دیل، منادیل. اهمیت بدید. مثلا مفتاح کلید.
گفتنی هستیم که 6 تا کلید. اول میبینیم که مفتاح مذکر یا مؤنث. میبینیم که مفتاح مذکر است، علامت تانیث ندارد. علامت تانیث که نداشته باشد ما باید عدد همون 6 رقم 6 مؤنث بیاریم. برای اگر که معدود مذکر باشد عدد مؤنث میشید. درسای گذشته را باید بیارید. پس میگیم که ستتو، سته نمیگیم، ستو نه، ستو مذکره، ستتو مؤنث شد، در آخرش ت موندیم. ستتو مفاتیح، یعنی که 6 کلید. ستتو مفاتیح، مفاتیح برای چی آخرش فتحه موندیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. و سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ صیغه منتهی الجموع. صدیق، صدیق دوست. ببین صدیق این چی است؟ صدیق مذکر هست. صدیق مذکر هست. پس ما باید عدد مذکر بمونیم. مثلا میگیم که 7 دوست، 7 رفیق. میگیم که 7 اصدقاء، 7 اصدقاء، یعنی که 7 رفیق. برای چی اصدقاء گفتیم؟ اصدقائی نگفتیم، برای مضاف الیه هست. برای چی آخرش فتحه موندیم؟ برای اینکه غیر منصرف است. و سببش چی است؟ در آخرش الف و همزه زائیده دارد. الف و همزه زائیده. زمیل رفیق، هم درس. زمیل هم درس. وقتی گفتنی هستیم که مثلا 10 هم درس، اول هم درس رو میبینیم، زمیل رو میبینیم که مذکر است، 10 رو باید مؤنث بگیم. میگیم که عشرتو زملاء، عشرتو زملاء، یعنی که 10 هم درس. زملاء در آخرش الف و همزه زائیده دارد. الف ممدودش میگفتیم، الف ممدوده زائیده دارد. برای همین خاطر کسره را قبول نمیکند و صیغه منتهی الجموع است. برای همین خاطر میگیم که عشرتو زملاء، زملاء غیر منصرف است. کرسیون استال. اگر گفتنی باشه که مثلا 4 کرسی، اول کرسی رو میبینیم که مذکر هست، 4 باید ما مؤنث بگیم. میگیم که 4 کراسیه، 4 کراسیه، یعنی که 4 استال. برای چی کراسیه گفتیم؟ به خاطر که غیر منصرف است و صیغه منتهی الجموع هست. صیغه منتهی الجموع است که پیش از الف 2 حرف است، بعد از الف 3 حرف است. مدرسه‌تون، مدرسه‌تون مدرسه یعنی مکتب. اگر گفتنی باشیم که 5 مدرسه، اول نگاه میکنیم که مدرسه رو میبینیم که مؤنث است، یعنی که معدود مؤنث است. وقتی که مؤنث کی باشد پس ما باید 5 بگیم که همین 5 باید مذکر بیاریم، مؤنث نه. در تا اینجا را همش مذکر کی بود، ما عدد مؤنث می آوردیم. اکنون که معدود مدرسه مؤنث است، ما باید عدد مذکر بیاریم. چطور میگیم؟ میگیم که 5 مدارس، 5 مدارس، یعنی که 5 مدرسه. 5 نمیگیم، 5 مذکرش میاریم. بگم به خاطر چی مذکرش میاری؟ مدرسه مؤنث است کو. میگم که ما قاعده داریم در زبان عربی که از 3 تا 10 اگر که معدود مذکر باشد عدد مؤنث می شود. اگر که معدود مؤنث باشد عدد مذکر می شود. در اینجا مدرسه معدود است، مؤنث است، ما باید عدد مذکر بیاریم. بگیم که 5 مدارس، 5 مدرسه. برای چی مدارس گفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است، کسره را قبول نمی کند. دقیقتون، دقیقتون دقیقه. اگر گفتنی باشه که مثلا 7 دقیقه، اول نگاه میکنیم که دقیقه مؤنث است، پس ما باید عدد مذکر بیاریم. دقیقه مؤنث است، ما عدد مؤنث میاریم، مذکر میاریم. میگیم که 7 دقائق، 7 دقائق، یعنی که 7 دقیقه. برای چی دقائق گفتیم؟ به خاطر اینکه دقائق غیر منصرف است و صیغه منتهی الجموع است. سبب غیر منصرف بودنش صیغه منتهی الجموع هست. پس این بود
تمرین و این بود درس 23 از کورس یکمی زبان عربی و این درس را در اینجا به پایان میرسانم و تا به اینجا تمرین ها را مشقا را خودم کار کردم همچون یاردم برای شما. اکنون با یاردم الله تبارک و تعالی درس کورس دومی زبان عربی را شروع میکنیم. لیکن فراموش نکنید که تمرین ها را شما خودتان کار میکنید. فقط ترجمه میکنم و خلاص. تمرین ها در گردن شما هست. اگر یگان قاعده های نو بیاید قاعده های نو را برای تفصیل بیان میکنم، اما تمرین ها در گردن خود شما می باشد کار کردنش. و این بود درس امروزه ما و شما و در اینجا درس را به پایان می رسانم و تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی می سپارم. هر کجایی که هستید سربلند و موفق باشید. هر کجایی که هستید در خدمت قرآن و سنت باشید. هر کجایی که هستید با عمل کردن به قرآن و سنت باشید. پس این بود درس امروزمون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.